سلام. میخوام در ارتباط با ارزیابای فرایند دلتا صحبت بکنم. ارزیابان دلتا چه کسانی هستند؟ شرط خیلی مهمی که در آیین‌نامه فرایند دلتا گذاشته شده این هست که ارزیابان دلتا باید سابقه طولانی و تجربه کاری خوب داشته باشند. این به چه صورت نمود پیدا بکنه؟ این به این صورت هست که این ارزیاب‌ها باید حداقل لول A یا B گواهینامه‌های 4 سطحی رو داشته باشند یا مدارک معادل. ضمن اینکه این ارزیاب‌ها در فرایندهای مختلف اشراف دارند، در ارزیابی‌های مختلف اشراف دارند و در گذشته حتما ارزیابی مدل‌های مختلف رو تجربه کردن. ضمن اینکه سابقه کارشون هم تقریبا مرتبط با اون صنعت هست و همچنین فرایند آموزش و فرایند ارزیابی دلتا رو کامل مسلط هستند. این ارزیاب‌ها از طرف کمیته دلتا و انجمن مدیریت پروژه و مرکز گواهینامه‌ها انتخاب میشن و به سازمان‌ها تخصیص داده میشن برای ارزیابی.